سلام عزیزان. امروز برنامه خاصی داریم، میخوایم کاری بکنیم که تا به حال نکردیم. برای منم خیلی خاصه، امیدوارم که برای شما پر از برکت باشه. امروز پسر عزیزم جاناتان که اسم ایرانیش نویده مهمون ماست. ایشون در کالیفرنیا زندگی میکنه ولی برای تعطیلات اینجا اومده و امروز ازش خواستم که یک برنامه با هم داشته باشیم. جاناتان بیا اول معرفی کنیم شما رو به عزیزانمون. کمتر جلوی دوربین بوده. جاناتان پسر عزیز من هستش. سلام، مرسی دعوت کردی اینجا و خیلی خوشحالم. خوشحاله. جاناتان عزیز اینجا به دنیا اومده، بزرگ شده و بعد فارسی بلده، یه خورده لهجه داره چون اینجا بزرگ شده ولی فارسی میفهمه، جلوی روش نمیشه غیبت کرد، همه چیزو قشنگ درک میکنه. جاناتان چقدر خوشحالم اینجایی پسر عزیزم. منم اینطور. جاناتان از بچگی نقاشیش خیلی خوب بود. از همون بچگی شروع میکرد و میکشید. گفتم این هنر خاصی داره و وقتی هم که بزرگ شد الان در کار هنر هست و خیلی هم خدا رو شکر پیشرفت کرده در کارش. امروز میخوام یه کاری بکنیم. میخوام من داستان پسر گم شده رو براتون شما بخونم، توضیح بدم و از نقاشی ایشون استفاده کنیم و همینطور که من داستان رو میگم ایشون نقاشی خواهد کرد. قبول؟ خیلی خب پس شروع کنیم. داستان پسر گم شده داستان خیلی شیرینیه، در کتاب مقدس فصل 15 لوقاست. برای من خیلی شیرینه چون آدم وقتی خودش پسر داره تازه میفهمه که وقتی پدر آسمانی به ما میگه تو فرزند منی تازه برای ما جا میفته. وقتی ما خودمون بچه داریم و بچه‌مون رو انقدر دوست داریم تازه میفهمیم که چقدر پدر آسمانی ما رو دوست داره. در پسر گم شده در مورد یک پدریه که 2 تا پسر داشت. در فصل 15 لوقا آیه 11 میگه مردی بود که 2 پسر داشت. عیسی مسیح داره تعریف میکنه. پسر کوچکتر به پدر گفت پدر سهم من را از دارایی خودت به من بده. پس پدر دارایی خود را به او بین آن 2 تقسیم کرد. اینجا میبینیم که یه پدری هست که پولداره، چون که میگه که در خونه داره، بعدا میفهمیم که خدمتکارا داره، پول داره و پولاش رو تقسیم میکنه. خونه شخص بسیار ثروتمندی، همونطور که میبینید پدر ثروتمند بود و خونه و باغ و خدمتکارا و همه چی داشت. ولی پسر میاد بهش میگه که بابا جون من نمیخوام با تو باشم و پول منو بده برو. البته از همون اول میخوام این درس رو مسیح داره راجع به رابطه ما با خدا میگه. مسیح همینطوری یه داستان نمیگه، یه نکته داره و نکته ای که میخواد بگه این که همون اتفاقی که برای این پسر کوچکتر با پدر زمینیش میفته برای ما و پدر آسمانیمون میفته. یعنی همونطور که پدر ثروتمنده، پدر آسمانی ما ثروتمنده. همونطور که پسر کوچکتر از پدر جدا میشه، ما از خدامون جدا شدیم و رفتیم اون چی که به ما داده، دارایی که به ما داده جای دیگه خرج میکنیم. در این صحنه اول پدری که همه چی داره، پدری که هیچی کم نداره، چون پدر آسمانی ما هیچی کم نداره، خدای ما هیچی کم نداره، میگه تمام آسمان و زمین مال. بله این پدر ثروتمند، پدری که پسراشو دوست داره ولی یکی از پسرها میمونه. یه پسر میگه که آره زیاد ارزش قائل نیست پسر دوم برای این رابطه. میگه حالا مثل ما که میگیم حالا خدایی هست که دیگه حالا هست نیست، قبولش دارم دیگه، حالا برای پدره، ولی بیشتر به فکر خودشه. یعنی به فکر پدر نیست. میگه من حالا آنچه که خداوند به من داده، چی که پدرم به من داده رو من میخوام برم جای دیگه صرف کنم، میرم پولمو جای دیگه. آره پدرم ثروتمنده، بله خداوند خدای قادر مطلق همه چی داره ولی و ثروت داره، بله بابا منو دوست داره، بله خیلی از ما این حرفا رو میزنیم ولی چه جوری زندگی میکنیم؟ پیش پدر زندگی میکنیم یا آنچه که خدا به ما داده؟ چی خدا به ما داده؟ جوونیمون رو به ما داده، وقتمون رو داده، به ما استعداد داده، حتی به ما پول داده. بعضیامون داریم، بعضیامون کمتر داریم، بعضیامون بیشتر. هر چی که داریم مال خداونده ولی خیلی از ما آنچه که خدا به ما داده رو میریم صرف چیزهای دیگه میکنیم. خب در صحنه بعدی جاناتان میبینیم اینجا که پدر میاد به پسر کوچکتر به پدرش میگه پدر سهم من رو از دارایی خودت بده. پس پدر دارایی خود رو بین اون 2 تا تقسیم میکنه. میگه باشه این مال تو، اینم مال تو. و بعد چند روز بعد پسر کوچک تمام سهم خود را به پول نقد تبدیل میکنه و رهسپار سرزمین دوردستی شد.
اینجا تو این صحنه می‌بینیم که پسر کوچکتر میاد به پدر میگه سهم منو بده، ارث منو بده. خود این چه توهینیه؟ یعنی اصلا تو مردی، یعنی تو برای من وجود نداری. خیلی مواقع ما با خدا اینطور ارتباط برقرار میکنیم. ما به خدا میگیم تو بده دیگه، حالا بابایی که هستی، خدا هستی، بده، من میخوام زندگی خودمو بکنم. به پدرش توهین میکنه، مثل که اصلا تو وجود نداری، یا بودن و بودنت نبودنت برای من فرق نمیکنه، من فقط برکت تو میخوام. چقدر من و شما میریم پیش خداوند و میگیم خداوند این مشکل من حل کن، مسئله مالی حل کن. برای ما خودمون مهمیم، برای ما خدا بودن و نبودنش مهم نیست، فقط اون برکت رو بده، فقط مشکلات منو حل کن، پولو به من بده، من زندگی راحتی داشته باشم، بقیه‌اش کار نداشته باش. مثل که تو فقط اونجا هستی که برای من زندگی راحت ایجاد بکنی. اینجا پسر میگذاره و از پدر دور میشه و پولش هم میگیره دستش و میره از راه دوردست، اونم دستش پول و پدر هم اونجاست. آره این صحنه داره دور میشه. البته میخوام اینجا دل پدر رو بدونید، چون دل خودمون رو بدونیم دل بابا رو هم میدونیم. خود شما چه احساسی میکنی اگر بچت بیاد اصلا براش تو مهم نباشی، پولت مهم باشه، میگی پول بده میخوام برم. پدر دو برابر غمگینه، یکی این که پسرش داره میره، دوم این که این پسر قدر منو نمیدونه، منو فقط برای پولم میخواد، ارتباطی نداره، رابطه قلبی نداره. و بدونید پدر آسمانی ما هم همین درد رو میکشه. اینجا پس پدر دارایی خود رو تقسیم میکنه. پسر میگه سهم خود را به پول نقد تبدیل کرد که راحت اینا خرجش کنه و جدا میشه. میگه رهسپار سرزمین دوردستی شد، یعنی دیگه اصلا این نزدیک با تو کاری ندارم، دادی اون چی که دادی، خیلی ممنون، دنبال کار خودمون هستیم. و بعد میگه در آنجا دارایی خود را در عیاشی به باد داد. حالا میره توی شهر، در صحنه بعدی این پسر کوچک میره توی شهر در جای دور که هیچکی نشناستش، آبروش نره، راحت هر کاری دلش میخواد بکنه، پولشو خرج میکنه، وقتشو جوونیشو صرف میکنه به جا میگه عیاشی. جای دیگه میگه با فاحشه ها، با دوستانش خوشگذرونی. عیاشی خیلی کلمه پرباریه. عیاشی هم معنی خوشگذرونی میده، هم توش حالت مشروب و مواد مخدر و روابط نامشروع، همه اینا تو کلمه عیاشی هست. یعنی اون نوع زندگی. میره جایی دوردست راحت، کسی بهش کار نداشته باشه، بابایی نباشه بگه داری چی کار میکنی؟ بیاد پولش رو خرج میکنه. دوستای زیادی دور و برش جمع میشن چون که پول داره. میگه که در آنجا دارایی خود را و عیاشی به باد داد. پول، پارتی، حالا یه پارتی بکش. پارتی، بله، پارتی و دوستان، و میگن دوستان به دور شیرینی. اینجاست دیگه. میگه انقدر پول داشت که تمام دوستاش اومدن دور و برش، تا وقتی پول داشت باهاش بودن، خوردن و رقصیدن. و کسی که پول داره دوست خیلی جمع میکنه، ولی معلوم نیست کدوما دوستای واقعی هستن، کدوما دوستای موقتی هستن، فقط برای پول آدمن، برای خوشگذرونی. خلاصه اینم آدم بچه بگم احمق دیگه، تو این فکر میکنه حالا همه دوستشن و با پول و رقص و همه کنار دور برش هستن، عیاشی، مشروب، مواد مخدر. شاید میدونیم ما هم، من و شما هم خیلی مواقع این کار رو میکنیم. این بدن رو خدا به ما داده، بدن رو داریم کجا صرف میکنیم. این بدن هم یه سرمایه است. جوونی ما سرمایه است، وقتای ما سرمایه است، استعدادهای ما سرمایه است. میریم تو دنیا همینطوری خوشگذرونی، چند سالم میگذره میگیم جوونیم هم از بین رفت، چه کار کردم. همه اینا رو خدا به ما داده، ولی در دنیا، در عیاشی داریم هدر میدیم. اگر امروز در این نوع زندگی هستی، اگر امروز داری آنچه که خدا بهت داده از وقت و پول و جوانی و زیبایی و قدرت و هوش و هر چی که خدا بهت داده رو داری در این دنیا در راه غلط خرج میکنی، بدون که داری به خداوندت خیانت میکنی و آیندت تاریکه. دوستانت هم دوستای واقعی نیستن. مدتی تو این روابط باشی، مدتی تو این مواد باشی، مدتی تو این پارتیا باشی. پارتیا هم اوایلش خوبه، ولی بعد از مدتی میگی اونم حالمو به هم میزنه. اگه به اونجا رسیدی، این پیغام مال توه.
اینا رو تجربه کردی. اونایی که تجربه نکردن مثل که حالا مثلا چی رو از دست دادن. نه من هیچ وقت مواد مخدر نکشیدم، من هیچ وقت تو این پارتی ها نبودم. مثل طوری هم با حسرت میگن مثل که حالا خیلی چیزا رو از دست دادن و اونایی که توش بودن میگن چیزی رو از دست ندادی. اولش خوبه یکی دو بار سه بار اول، ولی بعد آدم از خودش هم حالش به هم میخوره، از زندگی متنفر میشه. که همه دوستاش هم گذاشتن رفتن و او دچار تنگ دستی شد. پس رفت و نوکر یک از ملاکین آن محل شد. آن شخص او را به مزرعه خود فرستاد تا خوک‌ها را بچند. حالا این صحنه رو ببینید. پولا رو از دست داده، دوستاش هم همه رفتن. اینجا معلوم میشه که دوست واقعی کیه هان. اینجا معلوم میشه که کسی دوستته یا واقعا وقتی که تو سختی هستی کی دور و برته. آدما به انسان خیانت میکنن تا وقتی به نفعشونه دوست ما هن. لحظه‌ای که به نفعشون نیست میگذارن میرن. من بارها تو زندگی اینقدر خیانت دیدم که میدونم خدا چی میکشه. ما به خودمون به خدا چقدر خیانت کردیم. چند بار شده گفتیم خداوندا هستم باهات تا آخر باهات هستم، تا یه مشکلی میشه آقا نیستم. دنبال کار خودمون قهر میکنیم. انسان به انسان نمیشه توکل کرد. کلام خدا میگه ملعون از کسی که به انسان توکل کنه، یعنی لعنت به خودت میاری اگر واقعا اعتمادتو به انسان ها بذاری. حالا قطع رابطه هم نمیشه کردن. مسیح همه انسان ها رو دوست داشت، میگه قلباشون رو میدونست، بهشون اعتماد نکرد، ولی انسان ها آدما ترک میکنن تا وقتی به نفعشون هستن. و این پسر میره توی خوکدونی یه جای استخدام میشه. میگه آن شخص او را به مزرعه خود فرستاد تا خوکهایش رو بچراند. خوک کثیف‌ترین حیوانه و برای کسی که تو کتاب مقدس میخونیم خوک تو کتاب مقدس نجسه و این شخص در حقیقت مسیح میگه به بدترین کار فرستاده شد. و تازه بدترین میگه که انقدر وضعش خراب بود که آرزو داشت شکم خود را با نواله هایی که خوک‌ها میخورند پر کند، ولی هیچ کس به او چیزی نمیداد. انقدر وضعش خراب بود که میگفت از این آشغالای خوک‌ها بخورم، تازه اونم گیرش نمیآمد. عزیزان وقتی از پدر آسمانیمون دور میشیم آخرش همینه. ممکنه یه زمانی پارتی باشه هان، آخرش همینه. ممکنه یه زمانی خوشی باشه، دوستان باشن، ولی آخرش همینه. زندگی بدون پدر آسمانی ما آخرش همین خوکدونیه. این دنیا بدون خدا خوکدونیه. اگر به این نتیجه رسیدی که این دنیا هیچی نداره، خوش به حالت، درست فهمیدی، جای درست هستی. این پسر از خدا دور شد، از پدر آسمانیش دور شد و همونطور که ما از خدا دور میشیم آخرش میفتیم تو این دنیا گدایی، گدای محبت، گدای دوستی. انقدر وضعمون خراب میشه که میفتیم به پای انسان‌ها و تازه غذای خوک‌ها رو می‌خوایم بخوریم. ببینم خوبه ولی جانتان چی؟ این خوکه یا این سگه؟ خوک هم بلد نیستی بکشی؟ خوک گفتم بابا، این چیه کشیدی؟ ولی کردم. خوبه. خوب نیست. میگم خوک. این خوکه. حالا از دست من ناراحت میشی؟ کو بابا فقط دارم حرف اشتباه میزنم. بابا این خوک نیستش. خوکه ولی برو. بلد نیستی بکشی. میگی بلد نیستی. همون بهتری که بری. برو. نخواستیم. خلاصه این پسر میفته توی خوکدونی و بعد یه روز به خودش میاد. میگه که یه روز به خود آمد، میگه بسیاری از کارگران پدر من نان کافی و حتی اضافی دارن. من در اینجا نزدیک از گرسنگی تلف شدم. به خودش میاد میگه که بابای من داره، من چرا اینجا هستم؟ برمیخیزم و نزد پدر خود میروم، به او میگم پدر من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کردم، دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم، با من مثل یکی از این نوکران رفتار کن. پس برخاست و رهسپار خانه پدر شد. پسر جدا میشه از مثل حالا که قرض کرده، از باباش قرض کرده حالا، ولی یه روز به خودش میاد میگه که این بابای من وضعش خوبه، من چرا تو این خوکدونی هستم؟ بابای من همه چی داره، من باید پاشم و برم و پدرم رو پیدا کنم. اقلا پدر نشد بگم که میخوام نوکرت باشم، نوکرای پدر من وضعشون بهتره. عزیزان میگه که یک روز در صحن خداوند
حضور خداوند بودن، یه آیه است تو مزامیر، 1 روز در حضور خداوند بودن بهتر از 1000 روز در کاخ پادشاهان. حالا اینکه کاخ پادشاهی چیه؟ تو خوکدونی این دنیا. میگه 1 روز در خونه پدرم مستخدم باشم، دربون باشیم. عزیزان در حضور خداوند تو دربون باشی بهتر از این دنیای کثیفیه که توش زندگی میکنیم. میگه به تو گناه کردم. میگه پا میشم میرم با پدرم صحبت میکنم، منو به عنوان یک فرزند نه، به عنوان نوکر بپذیره. و بعد میگه که وقتی که برگشت و به خونه پدرش نزدیک شد، هنوز فاصله زیادی داشت، پدرش او را دید، به دلش با حال او سوخت و به طرف او دوید، دست به گردنش انداخت، او را به گرمی او را بوسید. پسر میگه که من به تو گناه کردم، ولی میگه که نه. پسر اعتراف میکنه، میگه دیگه لایق اون نیستم که پسر تو خوانده شوم. ولی پدر میگه نه، برید نوکران بگید برید بهترین لباس رو بیارید، پارتی میده. در این صحنه آخر پسر به خودش میاد و برمیگرده و میگه که گناه کردم. و اینجا من میخوام قلب پدر رو، چون من خودم پدرم، الانم که پسرم قهر کرده رفته، دلم همچین ناراحته. پدر همونطور که پدر آسمانی ما هست، حالا اگه ما پدرهای زمینی اینطور هستیم، چقدر بیشتر پدر آسمانی ما. پدر از دوری فرزندش رنج میبره. پدر انقدر بچه‌شو دوست داره، حتی اگر تو کثافت و خوکدونی هم رفته باشه، وقتی برمیگرده پدر دلش پر میزنه و او رو بر آغوش میکشه. من الان دل بچه‌مو شکستم، پسرم رو. فقط میخوام بدونید که دل من الان به درد میاد وقتی که بچه‌م از من دور میشه، وقتی پسرم از من دلگیره. البته ما پدرهای زمینی مثل پدر آسمانی نیستیم بگیم کامل. خود من گاهی تندم، گاهی ایراد میگیرم، مثل الان که گرفتم و دل بچه رو میشکنیم. من بارها دل پسرم دخترم رو شکستم و معذرت خواهی کردم. الانم میخوام بگم پسرم معذرت میخوام، ازت ایرادایی بی خودی گرفتم، تند باد صحبت کردم. آره منو ببخش. منم تو رو میبخشم. ببخشید من عصبانی کردم. تو منم از تو تقاضای بخشش میکنم جانتا، منو ببخش. نه فقط برای الان، بلکه برای هر موقعی که بی‌توجهی کردم به احساساتت، هر جایی که در طی این سالها دلتو شکستم، تند بودم. منو ببخش. خدا رو شکر. اون آخر همینطور که برگشتیم با قلبمون به هم، چه شادی عظیمی. آها یک من میخوای صحنه آخرش هم بکشه؟ پس من بذار میخونم. میگه برگشت شاد، پدر آسمانی شاد، بچه شاد. و جالبه که پدره نمیذاره بچهش همه حرفاشو بزنه، تا میاد حرفشو قطع میکنه. پسر گفت پدر من نسبت به تو گناه کردم، دیگر لایق آن نیستم پسر تو خوانده شوم. دیگه اونجا حرفشو قطع میکنه، چون قرار بود به پدرش بگه که حالا میخوام خدمتکارت باشم، اینقدر خراب کردم، میخوام خدمتکارت باشم. پدره نمیذاره حرفشو بزنه که بگه باشه بیا خدمتکار، حرفشو قطع میکنه. آخه میدونی چی میگه؟ خدمتکار چی؟ تو پسرمی. عزیزان این بزرگترین پیغام این درس هستش که هر جا بودیم، تو گناه بودیم، از بابامون دور شدیم، جوونیمون رو هدر کردیم، پولمون رو، استعدادمون رو، هر کاری کردیم، هر چقدر خراب کردیم، تو خوکدونی‌های این دنیا بودیم، وقتی بر میگردیم پیش پدر آسمانیمون، باباست، میپذیره و میگه من میخوام نوکرت باشم. خدا میگه نوکر نمیخوام، بیا دوباره تو فرزند باش. اجازه نمیده پسرش بهش بگه که من حالا میخوام نوکرت باشم، اجازه نمیده، بلکه بهش میگه که صبر کن تو نوکر نیستی، برگشتی لباست هم کسی پاکت میکنم، برید براش لباس بیارید، تو هنوز بچه من هستی، هنوز فرزند من هستی. امروز خداوند به من و شما میگه هر جا هستی برگرد. تو رو نوکر نمیبینم، تو رو گناهکار نمیبینم، تو رو کثافت نمیبینم، تو رو فاسد فی الارض نمیبینم، تو رو جهنمی نمیبینم، تو بچمی. هر جا بودی برگرد، امروز برگرد، میبخشمت، پاکت میکنم و تو رو میپذیرم، نه به عنوان نوکر،
من نوکر نمیخوام، من فرزند میخوام. خداوند به دنبال فرزندانشه. خداوند در ایران به دنبال فرزندان میگرده، نه نوکران. من فرزند خدا و خداوند به ما میگه که از میان شما پسران و دختران میخوام. کدوم هستید که برگردید؟ کجا بودید؟ هر جا بودید میبخشم. شما منو ببخشید، که البته خدا کاری نکرده که ما ببخشیمش، ولی گاهی ما یه خورده از خدا دلگیری داریم، میگیم خداوند اون سختی ها کجا بودی؟ حالا خودمون کردیم، اون موقع به تقصیر خدا میندازیم. خداوند کجا بودی؟ میگه من همیشه با تو بودم، همیشه چشم به راه تو بودم. لحظه ای که برگردی من به سوی تو میدوم. میگه پدر به سوی او دوید، حتی نذاش وارد خونه بشه. دوید از دور که دید، دوید دنبال کی؟ خوب توجه میکنی این پدر دنبال کی رفت؟ دنبال بچه‌ای که بهش خیانت کرده بود، بچه‌ای که پولشو هدر داده بود، بچه‌ای که بهش توهین کرده بود، بچه‌ای که جوونی و پولشو هدر داده بود، تو خوشتونی بود. برای این بچه دوید. پدر ما اینطوریه، پدر آسمانی ما به سوی تو میدوه اگر به سوی او برگردی با تمام گناهانت. در زنا هستی، در مواد مخدر هستی، برمیگرد، ولی پاکت میکنه، میگه پاکش کنید، لباس تازه بهش بدید. برمیگردونه میگه حالا پسر من هستی و مثل پسر رفتار کنی. جانم تو پسر من. مرسی. مرسی. هللویا. دعا میکنم عزیزان شما هم به پدر زمینیتون برگردید و پدر آسمانیتون. وقتشه که اگر با پدرت و پدرها با بچه هاتون مشکلاتتون شما را از هم جدا کرده، به هم برگردید، ببخشید و به هم دیگه وصل بشید. همینطور پدر آسمانی منتظر ماست. برگردیم. من جاناتان رو خیلی دوست دارم و این صحنه‌ای که اینجا ما یه حالت بازی داشت ولی بازی نبود، چون همچین اتفاقاتی بین من و جاناتان در طی سالها افتاده، بارها بوده که دلش شکسته از من، زمانی بوده قهر کرده، زمانی بود من حس می‌کردم شاید پسرمو دارم از دست میدم. از دست میدم یعنی قلبش داره از من جدا میشه، قلبشو دارم از دست میدم. عزیزان ما پدر و مادرها اول باید به دنبال قلب بچه‌هامون باشیم. قلب بچه‌ها رو باید ما داشته باشیم، نذاریم دنیا قلب بچه‌های ما رو بگیرن. و جاناتان یادم یه زمانی از منم قهر کرد، رفتم خونه گریه می‌کردم، خداوند دارم پسرم از دست میدم. از دست میدم یعنی دارم قلبش از دست میدم. ولی همین صحنه‌ای که دیدید ما با هم داشتیم قبلا، از همدیگه تقاضای بخشش کردیم، من ازش تقاضای بخشش کردم، او هم همینطور، همدیگه رو بخشیدیم و چه رابطه شیرینی. پسرمو دوست دارم، بهش افتخار میکنم، خدا داره برکتش میده، هم در کارش هم در زندگی روحانیش. بیاد امروز برگردیم، هم به پدر و مادرای زمینیمون برگردیم، هم به پدر آسمانیمون. هر دو منتظر ما هستن. آمین.